سلام، من نازنینم و خوش اومدید به این دوره پایتونی. توی این دوره قرار پایتون رو از دقیقاً نقطه صفر شروع کنیم و با همدیگه تا تقریباً 100 پیش بریم و چند تا تمرینم وسط توضیحات با همدیگه داشته باشیم و پایتون رو به صورت کامل یاد بگیریم. اول از همه بگم که شما برای یادگیری پایتون هیچ نیازی به لپتاپ و کامپیوتر و نسخه‌های ویندوزی و از این جور چیزا ندارید. یعنی حتی میتونید برای یادگیری پایتون از اندروید هم شروع کنید و با اندروید کارتون رو پیش ببرید. برای این کار شما تنها کاری که باید بکنید اینه که اپلیکیشن پایدروید رو توی تلفنتون نصب بکنید و رانش بکنید و شروع کنید به کدزنی. حالا که خیالمون از بابت زبانی که باهاش برنامه نویسی میکنیم راحت شد، یه خورده راجع به خود پایتون هم صحبت بکنیم. پایتون زبان برنامه نویسیه که بسیار ساده است. یعنی چی؟ یعنی که زبان پایتون خیلی به زبان انسانی شباهت داره و شما همون چیزی رو مینویسی که داری میگی. پس قاعدتا راحت تر یادش میگیرید و علاوه بر اون این چیزی از قدرتش کم نمیکنه. پایتون یه زبان برنامه‌نویسی خیلی قدرتمنده که باهاش وارد تقریباً تمام حوزه‌ها میتونید بشید. وارد حوزه‌های ماشینی و الگوریتم‌های ماشینی و اینا به راحتی میتونید بشید. حوزه‌های هک راحت میتونید واردش بشید. ساخت برنامه‌های موبایل، بازی‌های کامپیوتری و موبایل، طراحی وب و بسیاری از حوزه‌های دیگه. به نظرم بهتره دیگه حاشیه پردازی رو ول کنیم و بریم تو محیط کار و خود پایتون رو ببینیم. این محیط پایدرویده که شما میتونید توی این محیط خیلی راحت کدای پایتونیتون رو بنویسید و همشون رو اجرا کنید. اولین کدی که هر برنامه نویسی توی هر زبانی باید بلد باشه اینه که چطوری یک متن رو به صورت ساده اجرا بکنه، به صورت ساده چاپ بکنه. این کد توی پایتون چجوری اجرا میشه؟ می‌نویسیم print پرانتز باز و بسته رو میذاریم. از این علامت باید استفاده کنیم که دقیقاً بین این دوتا باید متنمون رو بنویسیم. یه آپشن دیگه هم که هست میتونیم از این علامت هم استفاده بکنیم. هیچ فرقی هم نداره و توی نتیجه‌ای که برای شما چاپ میشه هم هیچ تفاوتی نداره. پس با هر کدوم که راحت ترید همونو برید. مثلا می‌نویسیم hello و الان میایم از این کد ما اجرا میگیریم. میبینیم که این کلمه‌ای که من داخل اون دوتا پرانتز نوشتم به صورت ساده چاپ شده. معمولا اولین کد اینطوریه که کلمه hello world رو چاپ میکنن. الان شما اولین کد پایتونی خودتون رو اجرا کردید. مبحث دومی که توی زبان برنامه نویسی خیلی اهمیت داره و باید حتما یاد بگیرید و توی این جلسه هم قرار راجبش یه سری اطلاعات به دست بیاریم، انواع دیتا تایپ ها توی پایتون هستن. ما چند نوع دیتا تایپ توی پایتون داریم که 3 تاشو امروز 4 تاشو امروز با هم بررسی میکنیم. اصلا بیایم اول به این بپردازیم که دیتا تایپ چیه. دیتا تایپ نوع متن نوشته یا هر چیزیه که ما به زبان پایتون میدیم و در ازاش ازش یه خروجی دریافت میکنیم. مثلا ما مینویسیم پرینت کن برای من 10 رو. این 10 من الان دیتا تایپیه که من به زبان برنامه نویسی پایتون دادم و در ازاش ازش یه خروجی دریافت کردم. حالا بیایم دیتا تایپ 10 رو بررسی کنیم، ببینیم 10 اصلا دیتا تایپش چیه. خب چجوری میایم اینو بررسی میکنیم؟ میگیم پرینت کن برای من پرانتز باز و بسته رو قرار میدیم. اگه این چوست نکنه، پرانتز باز و بسته رو قرار میدیم. مینویسیم تایپ عدد 10 رو و حالا از این اجرا میگیریم. الان اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که پرینت کن برای من تایپ 10 رو، یعنی 10 توی چه تایپی قرار داره.
میریم از این اجرا میگیریم، میبینیم نوشته کلاس اینت. 4 تا دیتا تایپی که گفتم قرار این جلسه آموزش ببینید کدومان. ما توی پایتون دیتا تایپ های متفاوتی داریم که 4 تاشون مفهوم اساسی و پایه دارن. اولی همین اینته. اینت یکی از کلمات رزرو شده برای پایتونه و شما نمیتونید توی نامگذاری ازش استفاده کنید. مثلا وقتی میخواید یه متغیری قرار بدید، اسمش رو یه چیزی بذارید، نمیتونید از اینت استفاده کنید. اینت مخفف اینتیجره که معنای یه عدد ساده رو داره. مثلا الان عدد 193 اینجا اینته یا اینتیجره، یا مثلا 83 اینتیجره. پس میگیم پرینت کن برای من تایپ مثلا 294 رو اجرا میگیریم. کلاس اینت یعنی این دیتا تایپ من اینتیجره، عدد 294. بعدی str مخفف استرینگ. میگیم پرینت کن برای من تایپ مثلا همون جمله هلو حالا میایم از این اجرا میگیریم. میبینیم نوشته کلاس str یا همون استرینگ. پس استرینگ چیه؟ استرینگ همه جمله هایی هستن که ما داریم. علامت و مشخصه بارزشون چیه؟ علامت و مشخصه بارزشون همین 2 تا علامتیه که گفتم بینشون قرار میدیم. مثلا من یه ایکسی دارم، برابر قرارش میدم با نازنین. الان کلمه نازنین اینجا استرینگه. پس اگه من بیام پرینت کنم از تایپ x دوباره استرینگ رو به من نمایش میده. نوع بعدی فلوته. مثلا من می نویسم پرینت کن برای من تایپ (75)-3 رو. اگه از این کدم اجرا بگیرم میبینید که نوشته فلوت. پس فلوت در واقع چیه؟ اعدادی که ممیزی میخورن، ممیز دارن، همه معنای فلوت رو میدن. آخرین دیتا تایپ زیاد دیتا تایپ کاربردی نیست، ولی خوبه که بدونید. یعنی اگه یک جایی باهاش برخوردید یه روزی، اگه بدونید براتون بد نیست، خوبه که بدونید. نویسم پرینت کن برای من تایپ 26 جی رو. حالا اجرا میگیرم. میبینید که نوشته کامپلکس. 4مین نوع کامپلکسه که از یک عدد و حرف جی تشکیل شده. حتما باید از جی استفاده بشه، وگرنه از حروف دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. یکی از مهمترین دلایلی که میگم کاربردی نیستم همینه.
مثلا اگه من بنویسم اینجا پرینت کن تایپ مثلا 38 کارو، میبینید که اصلا به من ارور داده، میگه اصلا 38 کا چیه، این کا چیه. ولی با حرف J مشکل کاملا برطرف میشه و کامپلکس رو به من نمایش میده. خب دیتا تایپ هایی که تا اینجا باید یاد میگرفتید همینا بودن و دیتا تایپ های دیگه چون پیچیدگی بیشتری دارن و بیشتر باید راجبشون صحبت بشه و بیشتر جای کار دارن میذاریم برای بعدن. خب الان من یه فرم کلی از همه دیتا تایپ هایی که امروز با هم یاد گرفتیم رو اینجا نوشتم. اولین خط گفتم که برای من پرینت بکن تایپ هلو ورلد رو. بعد بهش گفتم پرینت بکن برای من این رو، به خاطر اینکه توی اجرای فاصله‌ای بندازه. پرینت بکن تایپ 392 رو، پرینت بکن تایپ 28-6 رو، پرینت بکن تایپ 94 جی رو. میام اجرا میگیرم، میبینیم که اولی استرینگ اینت فلوت کامپلکس، همونطوری که میبینید استرینگ اینت چون عدد بدون ممیز دار و عدد صحیح، عدد اعشاری فلوت و عددی که آخرش جی داره کامپلکسه. حالا من میخوام بعد از نوشتن اینها برای خودم کامنت بذارم، کامنت هایی که اگه چند وقت دیگه چند سال دیگه اومدم اینها رو نگاه کردم بدونم چی کار کردم، یا اگه اینا دست شما رسید، دست یه آدم دیگه رسید، بدون من چی کار کردم اینجا توی این خطها. این حرکت چجوری انجام میشه؟ میایم از هشتگ استفاده میکنم. وقتی پایتون این علامت رو میبینه توی کدهای شما، یعنی که شما فقط کامنت گذاشتی، یه نظری دادی، یه حرفی زدی و توی کدهاتون اصلا اجرا نمیشه، یعنی اونو میبوسه میذاره کنار، فقط هست که شما بعداً بخونیدش. مثلا مینویسم This is str. مثلا مینویسم This is str، یعنی این کدی که من نوشتم استرینگه. میبینید که وقتی اجراش میکنم اون خط هیچ تأثیری توی کدای من نذاشته و فقط برای اینه که من متوجه کاری که کردم بشم. میتونید بیاریدش پایین توضیح بدید، میتونید بذارید بالا باشه، اصلا هیچ فرقی نداره، فقط کافیه که این علامت رو پایتون ببینه. کامنت گذاری توی زبان برنامه نویسی پایتونم به همین شکل انجام میشه. یه کد کوتاه و ساده دیگه ای هم که توی زبان برنامه نویسی پایتون وجود داره کد اکسیته. شما وقتی یه کدی رو به صورت کامل می نویسی و دلت میخواد دیگه همونجا تمومش کنی، میای از کد اکسیت استفاده میکنی و بعد اون دیگه هر کدی بزنی اون نقشی توی کدزنی تو نداره، یعنی در واقع تو با این کد از خط رابط پایتون خارج میشی. چجوری نوشته میشه؟ می نویسیم اکسیت، پرانتز باز و بسته رو میذاریم و اجراش میکنیم. الان هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی اگه من اینجا بنویسم مثلا برای من پرینت بکن های رو، مثلا از این اجرا بگیرم،
میبینید که با خطا مواجه شدم و اینجا هم داره ارور میده. البته یکی از دلایلش اینه که من کلمه پرینت رو اشتباه نوشتم. پرینت رو درستش میکنیم، میبینیم که به من خطا داده و اگه اجرا بگیرم این خط از کد هیچ نقشی نداره و ما از خط رابط پایتون با این کد خارج شدیم. مفهوم بعدی و آخرین مفهومی که باید امروز با هم دیگه کار بکنیم علامت ها توی زبان پایتونه. علامت ها و عملگرهای ریاضی توی زبان پایتونه. حالا وقتی میگم عملگرهای ریاضی اصلا منظورم چیه؟ عملگر جمع، تفریق، تقسیم و تمام عملگرهایی که ما توی زبان ریاضی استفاده میکنیم. مثلا من میام مینویسم پرینت کن برای من اولین عملگری که قراره با هم یاد بگیریم عملگر جمعه. میگیم پرینت کن برای من مثلا 8 از همون علامت جمع استفاده میکنیم 8 به علاوه 4 و میایم از این اجرا میگیریم. میبینیم که 12 چاپ شده. پس این علامت توی زبان پایتون همون علامت جمع مفهوم به علاوه رو میده. علامت بعدی علامت تفریقه. بازم میگم پرینت کن برای من مثلا 93 منهای 57. میبینید که این عملگرم همون به صورت منها دیده میشه. اجرا میگیریم. عدد 36 رو برای من چاپ کرد. عملگر بعدی عملگر ضربه. پرینت کن برای من توی برنامه نویسی پایتون از علامت ستاره به عنوان علامت ضرب استفاده میکنیم. مثلا میگیم 2 ضرب در 5. میایم اجرا میگیریم. میبینیم که 10 رو برای من چاپ کرده. عملگر بعدی تقسیمه. میگیم پرینت کن برای من عملگر تقسیم رو با این علامت نشون میدن. مثلا 30 تقسیم بر 5 رو و میایم اجرا میگیریم. میبینیم که 6 برای من چاپ شده. یه نکته‌ای بگم، توی تقسیم کردن توی زبان پایتون همیشه عددی که به ما نمایش داده میشه یعنی خروجی ما یه فلوته و اینتیجر نیست. نمیتونه اینتیجر باشه. حالا اگه بخوایم اینتیجر باشه چی؟ آقا من اصلا نمیخوام که این جواب معادله من یه فلوت بشه. میگیم پرینت کن برای من اینت پرانتز باز و بسته رو میذاریم 30 تقسیم بر 5 رو. ببینیم که این بار 6 به صورت اینتیجر نمایش داده شده. فعلا تا همین حد راجع به این مبحث بدونید که چجوری تغییر بدیم به اینت بسته. در ادامه یه مبحثی داریم به اسم ریخته‌گری توی زبان پایتون که این بحث تغییر دادن دیتا تایپ و اینا رو به صورت کامل بررسی میکنه. علامت بعدی درصده. حالا این درصدی که ما میگیم واقعا درصد نمیگیره. چی کار میکنه؟ الان میایم بررسی میکنیم. میگیم پرینت کن برای من 8
درصد 3 رو. این درصد چی کار میکنه؟ این میاد باقی مانده تقسیم 8 تقسیم بر 3 رو به ما نمایش میده که اینجا میبینید عدد 2 رو به من نمایش داده. عملگر بعدی عملگر توانه. این عملگر رو چجوری نشون میدیم؟ یعنی میگیم پرینت کن برای من مثلا 5 به توان 2 رو. 5 به توان 2 رو چجوری نمایش میدیم؟ می‌نویسیم 5 ستاره ستاره 2. 2 تا ستاره کنار هم معنای توان رو میده و اگه ما از این اجرا بگیریم عدد 125 رو به من نمایش میده. مثلا بنویسیم 3 به توان 5. عدد 243 رو به من نمایش داد. عملگر بعدی چیه؟ می‌نویسیم پرینت کن برای من مثلا 5 تقسیم بر 7 رو یا 2 رو. اگه از این اجرا بگیریم نوشته 2.5 یه عدد غیر رند و ممیز دار در میاد یا حالا 3 که یه خورده غیر رند تر در بیاد. میبینیم که یه عدد غیر رند و ممیز دار جوابیه که به من نمایش داده. برای اینکه این عدد رند بشه چی کار میکنیم؟ برای این کار میایم از 2 تا از این علامت استفاده میکنیم و حالا اجرا میگیریم. ببینیم که این بار عدد 1 به صورت رند به من نمایش داده شده، یعنی در واقع اون عدد رو رندش میکنه. عملگرهای پایتون تا اینجا همینه بود و بیشتر از این هم واقعا احتیاجی نیست، یعنی بیشتر از این اصلا فکر نمی کنم وجود داشته باشه. پس این علامت ها رو خودتونم تمرین کنید، سعی کنید یاد بگیرید و چند بار ازشون اجرا بگیرید. مبحث امروز تا همینجا بس بود. ممنون از اینکه ویدیوی منو دیدید. خدا نگهدار تا جلسه بعدی.